همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امید و ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنجشنبه ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و همراهان همیشگی پیک شادی. برای شما در هر کجای دنیا که هستید آرزوی لبی خندان و دلی شاد رو دارم و امیدوارم همواره سرفراز و سرشار باشید. برنامه این هفته پیک شادی رو به همه قیام آفرینان و هموطنان شورشگری تقدیم می‌کنیم که از یک طرف در خیابان‌های ایران شعار مرگ بر رئیسی سر میدن و از طرف دیگه در کشورهای مختلف دنیا کارزار نه به ویزا برای رئیسی رو شعله‌ور کردن و قصد دارن به خامنه‌ای و رئیس جمهورش درسی فراموشی ناپذیر بدن. جنبش آزادیخواهی مردم ایران پیش میره و روز آزادی نزدیکه. روزی که خنده بر لبها و شادی به دلهای مردم ایران خواهد اومد. با همین آرزو بخش اول برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. این هفته خبر تو خبر داره براتون از 6 کلاسه دروغگو که آب و نون مردم رو قطع کرده و دنبال خیمه شب‌بازی‌های دانش بنیانه. در دولت باز مطرح خواهیم کرد که این کار رو اجرایی و عملیاتی کنن، یعنی به شکل واقعی از کار دانش بنیان حمایت کنن. یه متخصص ما اینجا نگه که من بازار ندارم، من میتونم این کار رو تجاری سازی کنم، اما در عین حال دستگاه اداری ما بیاد این محصول رو از خارج از کشور وارد بکنه. ما اینو گفتیم هرگز دستگاهی نباید این کارو بکنه، یعنی محصولی که در داخل کشور میتونه با استانداردهای لازم تولید بشه چرا از خارج کشور وارد بشه؟ این جفای به تولید کننده داخلی است و جفای به تولید کشوره. ما این رو با قدرت جلوشو میگیریم ان شاء الله. این شما و این هم یکی از تولیدات دانش بنیان در نظام ولایت. الان خودرویی که ملاحظه میکنید دربش بازه با استفاده از ریموت. در بسته شد، اینم کلید خودرو. خب حالا با استفاده از برف واکن به سمت بالا داده میشه، درب خودرو باز شد. اول فکر کردیم که خودروی هم ایراد داره، ولی با استفاده از اینکه دو سه تا از خودروهای دیگه هم امتحان شد همین ایرادو داشتن، واقعا تاسف دارم برای شرکت ایران خودرو و خودروی ملی. عزیزان مواظب باشید که کلاه سرتون نره. خداحافظ. احتمالاً اگه قرار باشه آخوندا از صنایع هوایی دانش بنیان پرده برداری کنن سراغ یه چنین چیزی میرن. محصولات زمینی و هوایی دانش بنیان رو گفتیم، حالا یه سری هم به تولیدات دریاییشون بزنیم. این شما و این هم یه ابتکار دانش بنیان در امر مبارزه با ویروس. اول خب وعدن پلاستیک وعدن، بعد پلاستیک وعدیم اتبینیم هر که میایم ماس نداره پیوزش هم میاره داخل. بعد گفتیم چه کنیم که میکروباش ویروسش نهایم حلقمون مجبوریم این کار کنیم. یعنی روشن چه کنیم موتور دوربولویه ویروس را می حلق خودش، یعنی وشب دراریم یاد گیریم. باید به آخوند رئیسی گفت تو جواب قیمت ها رو بده،
تولیدات دانش بنیان پیشکش. در زمان ریاست جمهوری شما سهمیه وانت‌ها از 340 لیتر رسیده به 135 لیتر. آقای رئیسی نمیدونم مشاورین شما رو از کدوم طویله انتخاب میکنید؟ وقتی ماشینی که حمل بار میکنه بنزین نداشته باشه کرایش 2 برابر میشه، کرایش 2 برابر بشه جنسی که تحویل میدیم از بنکدار به فروشنده قیمتش میره بالاتر و این هم به گرانی دامن میزنه. آقای رئیسی از اون طرف تیوی ریش طبق معمول مشغول وعده درمانی و تبلیغات مسخره درباره حل شدن مشکل آب مردم شهر کرده. تمامی تیم‌های تخصصی از سراسر کشور به مرکز استان اعزام شدند و چندین برنامه کاری در دستور کار قرار گرفت، از جمله خطوط پدافندی که در راستای تامین آب شرب شهر کرد مد نظر بود. در واقع در ساعات اولیه امروز تلاش هست که انشالله آب شرب در واقع وارد شبکه بشه. این هم نتیجه اعزام تیم‌های تخصصی و خطوط پدافندی و کشک و دوغ آخوند رئیسی. وضعیت آب بعد 11 روز. هیچ آبی نمیاد. پدرزن آخوند رئیسی هم دوریاریش افتاده که سوژه پیک شادی شده و دنیا داره بهشون میخنده. لذایی که بعضیا میان در مقام تخته، در مقام نقد میگن آقای حرفی که شما میزنید دنیا نمیپسندد. خب دنیا نپسنده، به درک دنیا نپسندید. میگه آقا دنیا داره به ما میخنده. خب بله، خب بخنده. البته هر ضربه‌ای که نثار فک رئیسی میشه مستقیم میخوره تو ملاج عظما. اینجاست که آخوندا دست به کار میشن تا یه جوری شکاف‌های عظما رو بخیه بزنن. آقا میفرمود که به چه دلیل شما زبان انگلیسی را تو کشور اینقدر ترویج میدید؟ بعد از ظهر بعضیا سخنرانی میکردن میگفتن انگلیسی زبان بین المللی ماست، زبان بین المللی. آقا صبح گفته اینقدر بها به زبان انگلیسی ندید، بعد از ظهر جواب دیگر، برخورد دیگر. اینا اسمش ولایت شعاری است. خلاصه این که وضعیت نظام خیلی بحرانیه و همشون هم میدونن که همین روزاست که زیر پاشون خالی بشه. حالا یه سری به یکی از همایش‌های مجازی نظام بزنیم ببینیم چه خبره. چالش فضای مجازی برگزار کردند که خودش پر چالش بود. از همه مهمتر مخاطبای این همایش مجازی بودند، فقط اومده بودند. واتساپ داری؟ نه. واتساپ میدونی چیه؟ واتساپ منظورتون که چیه؟ تلگرام چی؟ تلگرام نمی‌دونم. میدونین چیه؟ نه درست نمیدونم واتساپ تلگرام. خب این الان اینجا چی داره میگه این بنده خدا؟ این دارم درباره استفاده کردن از تلویزیون. واتساپ میدونین چیه واتساپ؟ دارم فکر کنم همین چیزا باشه. این همایشه چه همایشیه؟ این همایش مجازیه فکر کنم همیشه. شما چطور؟ واتساپ داری؟ نخیر. تلگرام چی؟ میدونین چیه؟ حالا اگه سوالتون شده که خروجی این همایش‌های مسخره چیه، یه نگاهی به این طنز اینترنتی بندازید که همه چی رو توش گفته. تو چی کار کردی؟ یک کم پهنای بانده کم کردم. اون مردم صداشون در اومده. بیا یکم بیشتر. نه دیگه بابا توقعشا رو بیارن پایین. خب الان چی بگم بهشون؟ بابا یکی از بیچا پاش به کاب گیر کرده، بی زیر ساختا اینا مشکل داشت، درست رفت. بابا یک چیز قدر افتاد درستش کرد. برو عذرخواهی بکو. باشه.
مشنگستان این هفته رو با یکی از دریوری‌های امام مشنگا شروع می‌کنیم که قشنگ نشون میده مردم ایران سال 57 با چه هیولایی طرف شدن. افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخوایم، ملیت را میخوایم و اسلام را نمیخوایم. البته مردمم با درست کردن کلیپ‌های طنز روزه های خمینی ملعون رو قشنگ شبیه سازی میکنن. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن. تیویریش اومده راجع به خمینی سریال درست کنه، یه چنین سوتی داده. ببین جوان، راه تو از راه خمینی جدا کن. اگه مملکت تو دوست داری، راه تو از راه خمینی جدا کن. خمینی مملکت نابود میکنه، میفهمی؟ حالا ببینید نظام باقی مونده از خمینی دجال بعد از 43 سال مال مردم خوری به چه روزی افتاده. اینا را یکی از کارشناسای خود نظام داره میگه. ببین اینقدر این دستگاه فاسد شده که بدون ایجاد روزی 5000 میلیارد تومان نقدینگی نمیتونه ادامه حیات بده. ما همش هم کسی بودجه نیست، 1/3 کسی بودجه، بقیهش عین دزدیه. یعنی عین یه معتادی که حاضر اموال ننه‌شو، باباشو، فرششو، زندگیشو، بچه‌هاشو بفروشه، خرج اعتیادش کنه. سیستم جمهوری اسلامی الان افتاده به این روز که این کارا داره انجام میده با از طریق چاپ نقدی. در شرایطی که اختلاس‌های نجومی آخوندا و فساد 91,000 میلیاردی فولاد مبارکه مثل بمب تو ایران صدا کرده، ببینید برای مردم چه نسخه هایی میپیچن. یه بخشی از مشکلات اقتصادی آقا سبک زندگی خود ما، سبک زندگی ما غلطه. اصلا زندگیشون از ما ساده تر، زحمت بیشتر، اسرافشون از ما کمتر، اصلا به اندازه ما اسراف نمیکنن. بعد لوازم کهنه‌شون رو لوازم چیز دور نمیندازن. ما الان اینجا هر کی یک کمی پولدار میشه، هر چند سال یک بار کل مبلمان و خونه‌ش و کل کابینت آشپزخونه‌ش اینا همه رو عوض میکنه. خب تو بعضی از این کشورها اصلا میخندن به این حالتا، مسخره میکنن ما رو. این خرس پشمالو هم میگه مردم ایران برن خدا رو شکر کنن که تو خونه‌شون حموم و دستشویی هست. یعنی ما در ایران یه چیزهایی رو داریم که حس نمی‌کنیم داریم. یعنی ما اینی که در منزل دستشویی داریم و حموم داریم، این چیزی هستش که خب مگه میشه نداشت؟ بله میشه نداشت. از اون طرف پول ملت رو بالا میکشن، از این طرف ببینید چه نمایش‌های مسخره‌ای را میندازن. گفتن میخوایم برای عشایر مواد غذایی کمکی بیاریم، بعد بسته ها رو چیدن، فیلم گرفتن، حالا دارن جمع میکنن. این اقلام بردن نشون مردم رو دادن و بردن عقب. این تانکر این مواد غذایی برنج به عشایران گرامی، همشونو بار کردن برای خودشون دارن میبرن عقب. کسی چیزی نداره، فقط یه فیلم گرفتن. مشنگ داریم براتون، اونم چه مشنگی، مشنگ عمامه دار. ببینید کرکوپر آخوندا چطوری ریخته که مجبور شدن بزنن تو کار تبلیغ مجتمع و این مسخره بازی ها.
این هم آقا ادامه جلسه ماه بالاخره مجتمع تفریحی شهید شمران، حتما دوستان تشریف بیارن با خانواده. ما نمونه بازی‌هاش هم گذاشتیم، دیدید دیگه. چیزی که ما آخوندا رو مشغول کنه و ما رو راضی کنه قطعا شما رو هم راضی میکنه. آره یه روز وقت بذارید، به هر حال با خانواده بیایید و خوش میگذره. در سکانس آخر سری میزنیم به موزه حیات وحش و پرده برداری از یک گونه جانوری خطرناک. میخوام یکی از خطرناکترین موجودات در روی زمین رو بهتون نشون بدم. خب شاید باورتون نشه چقدر این موجود میتونه خطرناک باشه، چقدر مخوف باشه. تعداد کشته هایی که در سال این موجود میتونه بده به مراتب بالاتر از هر موجود دیگه ای. خب اون موجود چیزی نیست جز حالا آخوند، خطرناکترین موجود روی زمین. شما بینندگان پیک شادی با آقا جونینا آشنا هستید و خبرها و اظهار نظرها و شوخیای این جمع بانمک رو بارها دیدین و شنیدید. اما این همه هنر آقا جونینا نیست. آقا جونینا هر از گاهی شانسشون رو در زمینه موسیقی هم امتحان میکنن و بخشی از حرفاشون رو به زبان ترانه میزنن. این هفته اسی یعنی همون مهمان شمالی آقا جونینا پیک شادی رو مهمون یک ترانه زیبای گیلکی کرده که هم خاطر انگیزه و هم خودش به تنهایی یک نگاه جمع و جور به موضوعات سیاسی روزه. با هم این ترانه رو ببینیم و بشنویم. آقا میگنه یالی بیا بگو مرگ بر رئیسی بگو سیدلی عوض خرابه بخوده بی پیسی بگو همه چه گرانه ابرام چخانه امشب شمی خیابان امام برانه خرجی داغان سفره بینان پولان زیر عبای قوم آخوندان پوستا بکند تحریم علی گدای بگو اون قوم امیانی دوغلو بزای بگو رئیسی لنگ پاچه رو به هوای بگو دعواگیری به مجلس همیشه برای خیلی شکافه پار لحافه گیل زکان بگو داد عظمای کلافه بگو عظمان خاله دگفتی به چاله بیرون نایی تو حتی بکرد خاله خرجی داغان سفره بینان پولان زیر عبای قوم آخوندان مدتی پیش آخوند مهدی طائب که سرکرده قرارگاه ضد عمار سپاه هم هست گفته بود که تحریم ها برای ما نعمته.
حالا شاید سوالتون بشه که آخه چطوری چنین چیزی ممکنه؟ تحریم ها برای آخوندا چطوری نعمت شده؟ برای پاسخ به این سوال خوبه یه نگاهی به بعضی از مهمترین اختلاس‌های آخوندها از سال 90 تا 1400 بندازیم. محمود رضا خاوری 3000 میلیارد تومان، بابک زنجانی 12000 میلیارد تومان، محمد رضا رحیمی 2 میلیارد و 850 میلیون تومان، سعید مرتضوی 1000 میلیارد تومان، پتروشیمی 6.6 میلیارد یورو، این یوروها تومان نیست، صندوق فرهنگیان 8000 میلیارد تومان، فولاد مبارکه 92000 میلیارد تومان. خب فکر کنم که دیگه نیازی به ادامه دادن نباشه، تا همینجا میشه فهمید چرا تحریم برای آخوندان نعمته. کامنت ما به این خبر رو داشته باشیم تا بریم سراغ بخش کامنت. ببینیم بابک در اولین قسمت بخش کامنت میخواد به چه خبر یا موضوعی کامنت بده. سلام. این روزا آخوندها تو زمینه تولید سوتی به تولید انبوه رسیدن، یعنی سوتی بازاری تو نظام راه افتاده که نمیشه بدون کامنت از کنارش گذشت. مثلا این روزا که به اصطلاح یک سالگی دولت رئیسه، همه به این 6 کلاسه دروغگو پیله کردن که چی شد اون همه وعده. راستی واقعا چی شد؟ یادتونه دیگه 60-70 مورد وعده داده بود، شاید هم بیشتر. به نظر من اصلا نباید با رئیسی بحث وعده کرد و این چیزا رو حرف زد. بابا نظام تو به قول آخوندا تو اضطرار بوده، خامنه‌ای به صورت یک ضرب این یارو رو از اوین بیرون آورده، چپونده تو پاستور. قبلیا که می اومدن تو پاستور یه دوره گذار داشتن، یعنی اول شکنجهگر بودن، بعضیشون بنیانگذار سازمان‌های اطلاعاتی و همین وزارت اطلاعات بودن، بعد میشدن دکتر اقتصاد تقلبی، بعد میشدن روزنامه‌نگار، بعد میشدن کنشگر سیاسی، بعد میرفتن به فلان وزارتخونه یا راهی استبل ولایت میشدن. اما به رئیسی گفتن، یعنی عظما گفت، عظمای ننه مرده گفت که آب دسته، که آب که نه، کابل دسته بذار زمین، چارپایی هم که میخوای بکشی نکش، برو تو صندوق که میخوام از صندوق درت بیارم. این مختصر مفید رئیس جمهور شدن این جلاده. حالا شما بگید آخه با چنین جونوری میشه صحبت از وعده و وعید کرد؟ این حرفا مثل این میمونه که از گاومیش، البته بلا نسبت به گاومیش، بخوای معادله دو مجهولی حل کنی. این وقتی راجع به رژیم صحبت میکنیم هی مجبوریم ما به این حیوانات توهین کنیم، بس همشون معذرت میخوایم که مقایسه میکنیم با آدمای رژیمی. بعد آخه از کی قرار شده کسی که تو این نظام وعده میده وعده‌هاشو عملی کنه؟ اسم وعده هم روشه، وعده یعنی چیزی که انجام نمیشه. بعد اصلا اینا خودشون هم اسمش گذاشتن وعده دوران انتخاباتی، یعنی مال همون دوره قبل از انتخابات، یعنی به درد همون دوره انتخابات میخوره. مثلا تصور کنید خب شتر به درد کویر میخوره، اگه یه بعد یک نفر شتر رو برداره بیاره توی یه جای سرسبز، خب ازش خوب نمیتونه استفاده کنه، یا ببره توی سفر دریایی بخواد با شتر بره. وعده های آدمای رژیم تو انتخابات مثل اینکه با شتر بخوای از دریا رد شی به جای کویر. یه حالت نچسبی مثل این ظرفای تفلونی هست که نچسبه داره. این فقط مختص وعده هم نیست. قبل از انتخابات شما گشت ارشاد نمیبینید، یا اگه میبینید خیلی مهربون میبینید، به کسی اصلا پیله نمیکنن. خود اون گشت ارشاد هم تو قبل از انتخابات یه حالت نچسبی داره. اصلا میبینید این کاندیداهایی که بعداً خودشون میشن طرفدار حجاب ولایی، اون زمان تو صفن که با این بد حجابا عکس بگیرن، تو بیلبوردهای تبلیغاتیشون بزنن. اما انتخابات که تموم شد، گشت ارشاد هست با همون کاراش، مامورای شهرداری هستن میریزن بساط دستفروشا رو به هم میریزن، خونه مردم رو خراب میکنن، لباس شخصی و همون داستانا، همه دست به کار میشن تا همون وقفه چند روزه رو 3 ضرب جبران کنن. اگه اینطوری نباشه که بابا اصلا نظام اصلا به انتخابات بعدی نمیرسه. خلاصه اینکه تو نظام ولایت عمل به وعده‌ها اصلا کار رئیس جمهور نیست. ببین رئیس جمهور تو این نظام 2 تا کار داره، 2 تاش هم خوب انجام میده. یکی این که اول بره ولگردی، اسم خودش ارتش میگذاشتن سفر استانی. چرا میره سفر استانی؟ ببینی که استانا جابجا نشدن، مثلا سیستان نرفته جای خوزستان، خوزستان نرفته جای لرستان، لرستان نرفته. 1 سال به این ولگردی استانی میگذره تا مطمئن بشه که استانا سر جاشونن، کوچیک نشدن، بزرگ نشدن. بعد از 1 سالم میخواد بره، رئیسی گفته میخواد بره اون حرفایی رو که تو اون یه استانا زده ببینه انجام شده یا نه. یعنی الان تو قرن 21 برای اینکه ببینیم یه حرفی انجام شده نمیتونیم از تلفن استفاده کنیم، نمیتونیم از استاندار بپرسیم، باید خودمون بریم ببینیم.
حکایت اون مریضه. حالا این تو استان امیره حرفش چیه؟ میگه من میخوام از نزدیک دردها رو ببینم. همه رئیس جمهورهای نظام هم اینو میگن. حالا حکایت همون مریضیه، همون داستان اون مریضه رو حتما شنیدید که حالت اورژانس میبرنش بیمارستان، دکتر اولی میاد میگه خب وضعیت چرا اینطوری شده، اون مفصل توضیح میده فلان فلان، به اینجا رسید. بعد میگه خب توضیحات این مریض بدبخت که تموم میشه، دکتر میگه شیفتم تموم شد. دکتر بعدی میاد میگه بگو ببینم چی شد که اینطوری شدی. دوباره مریض عریضه‌شو میگه، دکتر میگه متأسفانه شیفتم تموم شد. همینطوری دکتر این مریض انقدر توضیح میده که از اون مریضی که اومده بود اورژانس فوت نمیکنه، از این توضیحات اضافه فشار بهش میاد فوت میکنه. کار دوم روی رئیس جمهور نظام چیه؟ گفتیم دو تا کار داره دیگه. کار دومش هم اینه همه تقصیرها رو بندازه گردن رئیس جمهور قبلی، بگه هر چی بوده از رئیس جمهور قبلی بوده. این اصلا تو قانون اساسی نظام هم اومده که رئیس جمهوره که رو قدرت هر اشکالی بود بندازه تو گردن اون یکی. این دو تا کارم همه رئیس جمهورها یه نظام انجام میدن. این وسط هم کلی اختلاس و دزدی و بگیر به بند و دیدید دیگه، فولاد مبارکه بخور همه هستن، از حسین شریعت مداری هوش تا اسحاق جهانگیری، واعظی، آدمای روحانی تا آدمای رئیسی تو بخور هستن. دوره‌شون هم تموم میشه. آخرش هم که سرنوشت همه رئیس جمهورهای نظام مثل همه، آخرش هم یا مثل دستمال کاغذی میندازنشون تو زباله‌دونی به نام مجمع تشخیص مصلحت، یا میشن ممنوع تصویر یا استخری میشن. استخری واضحه دیگه، یا توضیح بیشتر ندم. یا اینکه باید گوشه بشینن و هر چه قدم فوش خوردن دیگه. الان دیدید دیگه هر آدمی تو این رژیم از آدمای باند خامنه‌ای تو هر مصاحبه‌ای یه فوش مربوط و نامربوط به روحانی میده. ولی خب اینم وظیفه‌شونه که رو بازم پاچه عظما رو بخارونه. خلاصه اینکه زیاد رئیسی رو با رئیسی صحبت از وعده و این حرفا نکنید. این طرف 6 کلاسه هنوز نمیدونه وعده رو با عین می‌نویسن، یعنی با کدوم عین می‌نویسن؟ اصلا با عین می‌نویسن با یا همزه یا الف. میگن به مادر رئیسی گفتن که نظرت چیه؟ مردم به بچه‌ت میگن 6 کلاسه. میگه همون 6 کلاسه هم اضافه بود. اگه درس نمیخوند بی سواد بود ولی فقیه میشد، چون 6 کلاس داشت شد رئیس جمهور نظام. خب منتظر کامنت های شما به این برنامه کامنت هستیم. تا یه برنامه کامنت دیگه، خدا نگهدار. از روزی که بنده سر از حلقوم تخم بیرون آوردم بیشتر از 1 ساله که میگذره. اینجوری نیست که من الان خرم از رو امت گذشته باشه و وعده هام رو فراموش کرده باشم. نه خیر، در این 1 سال زندگی ها رو به قدری شیرین کردم که همه شکرک زدن. یکی از مشکلات مردم این بود که اجناس دونه دونه از سفره ها میپریدن، اما دولت جوان و حزب اللهی ما به حول و قوه قلمی کل سفره رو پروند تا دیگه کسی دغدغه‌مند نباشه. در همین راستا ما برنامه‌های بیهوده آشپزی رو هم از تلویزیون حذف کردیم. وقتی سفره‌ای وجود نداره آخه آموزش آشپزی به چه درد میخوره؟ به جاش گفتیم علما آموزش اختلاس بذارن که توان بهره‌وری از سفره انقلاب بالا بره. یه قلم ببینید دولت ما 21 میلیارد تومان داد تا گند اختلاس 3 میلیاردی تو فولاد مبارک افشا نشه. آخه کدوم دولتی چنین قدرتی داره؟ صنایع موشکی ما هم که به نقطه‌ای رسیده که میتونیم نرخ تورم رو مثل موشک به 200% برسونیم. ما در صنعت هوافضا هم به مرحله پرتاب فاکتوری رسیدیم. یعنی پول واریز میکنیم به حساب روسیه، فاکتور رو میگیریم، بعد اونا ماهواره رو میسازن، پرتابش هم میکنن. ما هم در اوج اقتدار ولایی میشینیم و تماشا میکنیم. اینا همه ریشه در آموزه های امام داره. امام در شعری سرود من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم و ما با همین یک بیت در نهایت ایجاز خط رو گرفتیم از ایشون که باید موشک خالزن درست کنیم، که ما هم درست کردیم، زدیم همه جا رو خالخالی کردیم. این وضعیت ماست. حالا شما وضعیت آمریکا رو هم ببینید. آمریکا در فقر، بیکاری، قوطه‌وره. بازنشسته هاشون هر روز تو خیابونن. اقتصادشون در حال فروپاشیه. نماینده های کنگره
هر روز دارن میپرن به کابینه. رئیس جمهورشون 52 تا سفر استانی داشته، فقط وعده داده. آقا خرج این سفرها از بودجه دولتشون بیشتر شده. ما اطلاع دقیق داریم که در برخی از ایالت‌های آمریکا آب 12 ساعت روز قطعه. بعد مردم میریزن تو خیابوناشون، چون آزادی بیان ندارن که به رئیس جمهور آمریکا فحش بدن، میگن مرگ بر رئیسی. راکی و رامبو از اون طرف رفتن پناهنده شدن. سیندرلا هم که بردن تو CNN اعتراف اجباری کرده. از 12 یار اوشن 2-3 تا بیشترش نمونده براشون. اجازه بدید در پایان شعری رو که یک برادر بسیجی برام فرستاده بخونم. ایشون میفرماید: رئیسی جان فدای وعده هایت، عجب گندی زدی بر این ولایت. تو گفتی که محقق گشته وعده، برو قربون خیل عمه هایت. و السلام. این روزا هر جا که برید صحبت از اختلاس 92,000 میلیاردی فولاد مبارک است. بعضیا سوالشون شده و گفتن اصلا ما نمیدونستیم اینقدر پول تو ایران هست. بعضیای دیگه تعداد صفرهای این عدد چشمشون گرفته و میگن تازه فهمیدیم که 92,000 میلیارد تومان 15 تا صفر داره. کاربری در فضای مجازی نوشته بود که این معادل تمام گاز و برقیه که عراق از ایران وارد میکنه. یه نفر دیگه نوشته بود که این دست کم معادل بودجه سازمان ملل برای نجات 4,700,000 افغانستانی از گرسنگی و سوء تغذیه است. روزنامه جوانم نوشته بود که معادل یارانه کل ملت و بودجه عمرانی تمام استانهای ایرانه. خلاصه درباره معادل‌های این اختلاس و کارهایی که باهاش میشه کرد کلی حرف و نکته است. حتما شنیدید که مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه فقط 3 میلیارد تومان حقوق گرفته. حالا این مدیرعامل کیه؟ خودتون ملاحظه کنین. به من بگین سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورمون. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون برای استقلال و خودکفایی و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم. بله، الحق و الانصاف بر اساس فرامین ولی فقیهش تا تونست برای استفاده از فرصت تحریم‌ها تلاش کرد. اونم چه تلاشی؟ یه تلاش 92,000 میلیاردی. سهم عظما و جک و جونورهاش رو هم به اتم وجه داد. فقط 22 میلیارد تومان به تلویزیون خامنه‌ای داده. ملا تیوی هم جوابشو اینطوری داد: کمک نفس فولاد مبارکه به بیماران کرونایی. شرکت فولاد مبارکه در راستای ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی اکسیژن تولیدی خود را در اختیار بیماران کرونایی قرار داده تا نفسشان در پیک پنجم تازه شود. شرکت فولاد مبارکه قبلا اکسیژن مازاد بر مصرف داخلیشو میفروخت به شرکت‌های خصوصی و یه منبع درآمدی محسوب میشد. تصمیم گرفت که اینو به صورت رایگان در اختیار بیمارستان‌های کشور قرار بده. والا چیزی که الان مشخص شده اینه که این فولاد مبارکه به جز نفس عظما و پاسدارا و آقازاده هاشون نفس هیچ کسی دیگه ای رو تازه نکرده. بله، در پایان فقط سوالی که باقی میمونه اینه که راستی آخوندا دیگه چرا دنبال مذاکره اتمی و رفع تحریمن؟ خب به جای 5 به علاوه 1 بیان با 4 تا از این شرکت‌های خصولتی مذاکره کنن، دیگه همه چی حل میشه. البته همه داستان همینه. تحریم و این حرفا بهانه است. اصل قضیه وجود همین حاکمیت دزد و غارتگره. عظما قاطی با جسم ناقص در بداغون، از این خیابون به اون خیابون، که چی بگم از تحریم که در آورده مامان و بابامون. بر جان باسم مثل اره، با رئیسی میریم ته دره، توف میکنن
پی به ریشم، شانسی نداریم حتی یه ذره. نظام پی داره باز میاره، تحریم از در و دیوار میباره. حالم دیگه زار و نزاره، نقشم تو نظام مثل خیاره. رئیسی جون بیا نزدیکم، صدام بکن با اسم کوچیکم. ما با هم خیلی خفن میشیم، همین روزا با هم کفن میشیم. خاک توی سرم، خاک توی سرم، خاک توی سرم. خاک توی سرم، پسماندگان. بحث امروز من درباره ابعادی از امام نکبتبار مرتجع و فاسد است. امام احتیاج دارد به یک نرم افزار واقعی، یک نرم افزار مطمئن که بتوانه به او کمک کنه. امام برای اداره کشور مرد خودش رو کف دستش گرفته بود، هیچ کس دیگر در این کشور قادر به این کار نبود. امام گفتن نظام اسلامی و جمهوری اسلامی به بنبست رسیده. نظام جمهوری اسلامی با کار روانی، با انواع و اقسام حیله ها، با پول، با مزدور پروری پیش میره. من با انتخابات آزاد، با دموکراسی، با اقتصاد موافق نیستم، من مخالفم. این رو بدانن همه. همطور که امام میگفتش اقتصاد مال خلقه. امیدواریم انشالله خدای همه ما رو آدم کنه. آقا میگنه یلی بیا بگو مرگ بر رئیسی بگو سیدلی عوض خرابه بخونه بی پیسی بگو همه چه گرانه ابرام چخانه امشب شمی خیابان امام برانه خرجی داغان سفره بینان پولان زیر عبای قوم آخوندان پوسلا بکند تحریم علی گدای بگو اون قوم امیانی دوغلو بزای بگو رئیسی لنگ پاچه رو به هوای بگو دعواگیری به مجلس همیشه برای خیلی شکافه پار لحافه گیل زکان بگو داد ازمای کلافه بگو ازمان خاله دگفتی به چاله بیرون نایی تو حتی بکرد خاله خرجی داغان سفره بینان پولان زیر عبای قوم
دوستان عزیز، بینندگان پیک شادی، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدواریم که مجموع برنامه‌های این هفته ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و این برنامه سهم کوچکی در آوردن خنده بر لب‌ها و شادی به دل‌های شما عزیزان داشته باشه. تا یک دیدار دیگه و یک پیک شادی دیگه، خدا نگهدار همگی. دوباره بلند شو، امیدو ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما، هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما، جانمون از فردا. هر پنجشنبه با ما پیک شادی.